سلام و عرض ادب دارم خدمت دوستان و علاقمندان عزیز. این قطع سنگی که مشاهده می‌فرمایید دنبال شاب سنگ بودم تو بیابون که با این سنگواره و یا فسیل استخون برخورد کردم. نمیدونم استخونه چیه، مال کدوم جانوره، ولی این که سنگواره است و فسیله چند تا از اساتید دانشگاهی بردم تاییدش کردن و قدمتشو یه چیز بسیار بالا عنوان کردن. تو بیابون